خب سلام، بریم بخش سوم از کارمون رو ببینیم و ببینیم که چطور میتونیم پرمیشن و رول رو به پروژهمون که یک پروژه کامل بود که تو نسخه 2 یا پروژه دوممون که سیستم تیکتینگ بود چطور میشه اضافه کرد. یکی از اصلی‌ترین و محبوب ترین قسمت هایی که یک پروژه داره سیستم پرمیشن اند رولشه. من میام پلاگین ها تو داکیومنتیشن پی اچ پی فلایمنت یا پی اچ پی بخش پلاگین ها رو باز میکنم. 170 تا پلاگینه که یه سریاشون رایگانه، یه سریاشون واقعا گرونه و 170 تا 155 تا رایگانه تا اینجای کار. پس اولین چیزی که ما داریم، حالا ورژن 2 چند تا بود؟ 99 تا. ورژن 3 خیلی بیشتر توسعه داده شده. ما اینجا میتونیم بگیم رول. خب فکر کنم بذارید ببینم یوزر منیجمنت. خب چیزی که دنبالش بودم اینجا نیست. خب بذارید ببینم اینو من چرا نمیتونم پیداش کنم. و فیلامنت اتنتیکیت، من شخص رو نمیدونم، قبلا عکس بدنسازی داشت. بذارید ویدیو رو استاپ کنم تو گیت هاب، بکنم ندارم اینجا. خب بذارید که اتنتیکیت هم بنویسم. اتنتیکیت نه ندارم. بذارید ویدیو رو استاپ کنم، بریم سراغ اون قسمت. خب ویدیو رو که استاپ کردم یه همچین شخصی PHP-SA، این قسمت PHP-SA تو گیت هاب کافیه بزنید PHP-SA. حالا PHP-SA تو یوزرها اولین شخص رو باز کنید. حالا عکس بدنسازی هم گذاشته، نمیدونم خودشه، شاید هم خودشه. و توی ریپوزیتوری ها یا همین اول فیلامنت اتنتیکیشن رو واسمون آورده. فیلامنت اتنتیکیشن رو داشته باشید تا اینجای کار و نفع نصب و بقیه داستان‌های اون رو با هم داشته باشید. بریم سراغ رولمون و مایگریشنمون و بقیه داستان‌هایی که داریم. بریم تو کار برنامه‌نویسی و تو کار اینکه یه مدل بسازیم. من میام ابتدای کار PHP رو میک میکنم یه مدلی. خب مدلی که میخوام بسازم رول هستش که با مایگریشنش دقیقاً تو یک راستا هستن. تو مایگریشنش فقط یه دونه مثلا میتونم بگم تایتل ایجاد کنم. تیبل استرینگ تایتل که نباید نال باشه و داخل البته بذارید یک پرمیشن هم ایجاد کنم، یه مدل پرمیشن. خب که یکم کارمون سریعتر انجام میشه. تو همون تایتلی که تو رول استفاده کردیم تو پرمیشن هم دقیقاً از همون استفاده میکنم و اینا رو میبندم و میام سراغ اپ و مدل و پرمیشن و فیلیبل های لازمه رو تعریف میکنم. خب این رو میبندم و میام توی رول هم این رو قرار میدم. این از این قسمت. توی رول و پرمیشنی که داریم، توی پرمیشن ما میتونیم بگیم مثلا یه رابطه یا ریلیشن بهتره بگم رولز بین پرمیشن و رول تعریف کنم. هر پرمیشن تعداد زیادی رول میتونه داشته باشه یا مقام میتونه داشته باشه که بهتره بگیم belongs to many و رول رو صدا کنیم و کلاس رو بهش بدیم. خب این از این قسمت. و یه ارتباطی هم بین پرمیشن و یوزر و پرمیشن و رول میتونیم بدیم. از این کپی میگیرم میام اینجا میگم که مثلا پرمیشن و میگم که ریترن کن belong to many پرمیشن. خب بعد میتونیم یک ارتباطی هم عرض کردم بین یوزرز و پرمیشن داشته باشیم که belong to many که ارتباط بین یوزر و این قسمت. دقیقاً اینها رو میتونیم توی یوزرها هم تکرار کنیم. فعلا نگه میدارم چون تو یوزرها یه سری دسترسی دیگه هم میخوام. البته رول رو که کارش ندارم و رول بذارید باشه belong to many رول، این مشکلی نداره. ولی یه دو تا دسترسی دیگه میخوام داشته باشم، مثل has permission، has رول و داستانای دیگه. مثلا اسمش رو بذارم has permission و یه دونه از اینم کپی میزنم از رول. خب این دوتا رو رفته رفته تکمیل میکنیم. فعلا برم سراغ یوزر رو بذارم باشه، برم سراغ فیلامنت ریسورس هم، فیلامنت ریلیشن نه فیلامنت ریسورس و بگم که رول رو برام فیلامنت کن. خب رول رو ساخت. میتونم بگم پرمیشن رو هم برام بسازم. پرمیشن رو هم برام ساخت. اگه فیلامنت ها رو باز کنیم یه رول داریم یه دونه پرمیشن. خب تا اینجا کار درسته. اگه تشریف بیاریم به این قسمت رول و پرمیشن رو اینجا دارید میبینید. خب بیایم سراغ پرمیشن. حالا قبل از اینکه تغییراتی بدیم میگه که تیبل ها رو نداره، دقیقاً درست میگه PHP artisan migrate. خب دوتا رو میسازه و تشریف بیار به این قسمت. همونجور که یاد گرفتیم از این عناوین میتونیم استفاده کنیم تا سریع فارسی سازی برامون انجام بشه. اینو میزنم مقام، افزودن مقام و مقام ها که
توی رول انجام بشه. خب فعلا تا پرمیشن نرفتیم روی این کار کنیم یکم، بعد میریم سراغ پرمیشنمون. یه تکست اینپوت میخوایم، چون یه دونه فقط میخوایم ایجاد کنیم، ایجاد مقام، و تو اون تکست اینپوت میتونیم یه سری کارا انجام بدیم. مثلا یه دونه تکست اینپوت از اینجا بردارم، مثلا ولیدیشن ها تو اون میتونن مهم باشن، مثلا اینجا بیایم ولیدیشن ها هم صحبت کنیم. من میگم که تکست اینپوت تایتل باشه، عنوان لیبلش باشه، خب تا اینجا که مشکلی نداره. خب و مثلا ریکوایرد حتما باشه، میتونم بگم اوتو فوکوس باشه و چی باشه، یه پلیس هولدر هم فکر کنم استفاده نکردیم دارم. عنوان را ببخشید چطور شد؟ خب عنوان را وارد کنید. این تا اینجای کار. خب و داستانی که داریم حالا میتونیم ادامه بدیم، ولیدیشن بذاریم یا عنوان بدیمش. من میگم مثلا پشتیبان سایت. قطعا قبل از اینکه ایجاد کنیم میرم سراغ ریدایرکت. ریدایرکت خودش واقعا یه چیز خوبیه و سریع میتونه کارامون رو انجام بده. رول کریت ادیت. خب پرمیشن رو هم انجام میدم دیگه، تا اینجا اومدم این قسمت رو هم انجام بدم. خب این از این قسمت. الان ایجاد این قسمت رو بزنم، دقیقاً مقام رو ایجاد میکنه و میاره این قسمت. الان برای نمایش اینجام که خیلی ساده دیگه، اینا رو یاد گرفتیم و میتونیم استفاده کنیم. خب دیسکریپشن نمیخوام، سورتیبل میخوام و دیسکریپشن نمیخوام، سرچیبل هم میخوام. سرچیبل تایتل عنوان. حالا تا اینجای کار عنوان و حالا پشتیبان سایت، حالا دیسکریپشن هم درسته. خب بیایم پایین‌تر ببینیم چی داریم. ادیتو داریم، اینم به عذرخواهی میکنم، دیلیت اکشن، دیتچ نه، دیلیت اکشن. خب اینم از این قسمت. تا اینجای کار که مشکلی نداریم، مشابه حالت قبل. بیایم زمانمون خوبه، بیایم این قسمت رو توی پرمیشن ها هم دقیقاً مشابه همین اعمال کنیم. پرمیشن ها کپی همینه و چیز خاص زیادی نداره. خب همینو تیبلش دقیقاً همین. خب فرمش هم اوکی شد. فقط عنوان ها رو مقام باید بشه دسترسی. اینو میدونم، دسترسی ها، دسترسی و دسترسی ها. برام سراغ پرمیشن هم دسترسی اوکیه. اینجا مثلا میتونم عنوان رو اینجوری بنویسم، مثلا کت یا آره دیگه کاتگوری کریت. بعد میتونم بنویسم کاتگوری ادیت. حالا موارد دیگه هم داره ولی فعلا همینا خوبه. لیبل، حالا این خوبه. خب دیگه مورد دیگه بریم جلسه بعد ادامه بدیم.